چاه خیلی گرمه. بعد بازارش هم خیلی بازارش جالبیه اینجا لب ساحل. از اون قسمت چیزی شهرش دوره هم خب خوبه، شلوغه. یک نماره همچین سوشی خورد تقریبا زور بود دیگه، خورد حالش بد شد دیگه. اینجا بازار آره چی دوست داری؟ آره بچه ها اینجا هم خب کله پاچه داریم. کله پاچه چی بریم؟ کله پاچه خوک. این پایشه، اون آبشه، اون نمیدونم ماهیچهشه، اون عضلاتشه، کلا اینجا. آره دیگه کلا من فکرم توش این چیزه این بازار همین الان مریض شدی یا آها آره. بذار ببینیم اینجا چه خبره. چه بوی خوبی میده مردم. یه دونه کرمه چیز میزنه، یه دونه ملخ میزنه، یه دونه نمیدونم چی سوسکه چیه. یعنی سگ تو دویدن مگه داری میدن توش جونه داریده. نه ای سوس معصوم سوس. هر بچه ها اینه کی میخوره؟ اینه هر کی بخوره. آره دیگه الان ساعت 12:30. سلام بچه ها. سلام روزتون بخیر. امیدوارم که خوب خوش سر حال باشید. امروز ما مسئله جان رایشون رفتیم هتلمون عوض کردیم. این هتلمون خیلی جاش چیز بود. نه اون یکی هتل قبلی دیگه شبیه رو میگم جاش چیز بود، یعنی یک جای شلوغی بود. با خود صبح نمیتونستیم بخوابیم، یعنی سر صدا بود. مجبور شدیم به خاطر همین عوض کردیم. اومدیم یه هتل دیگه گرفتیم برای 3 شب. اومدیم بیرون. هم باتونگ بیچه دیگه، هم خب جاش خیلی قشنگه. اینجا اومدیم بریم لب ساحل دوباره. دیدیم اینجا یک بازاری باز شده. فکر همیشه هست دیگه. همیشه هست دیگه. ساحلش قشنگ‌تر بوده. آره اینجا یه دوری بزنیم با هم ببینیم، بعد بریم لب ساحل یه چند دقیقه استراحت کنیم. اما خب هوا خیلی گرمه، یعنی یه حالت دم داره. شرجی آدم اذیت میشه. باید اینجا همش آب نوشیدنی بخوری که بدنت خالی نکنه. آره بچه اینم از میوه‌های استوایی. اینم تازه میخوان شروع کنم به فعالیت. فکر کنم اینجا دیگه میره تا خود شب دیگه. الان تازه اومدن. این هنوز خیلی هاشون چیز نکنه. یه پنجاباتون چیه؟ شکلینگه فکر کنم. آره تازه اینا باز داره اونجا. آره دیگه تازه الان ساعت چنده؟ 12:30. خوبه یه ذره باد میاد. الان فعلا باز نشده بچه. حالا بذار چند دقیقه یه نیم ساعت یه ساعت دیگه کاملا که اینجا باز شد بریم بگیریم بهتره. الان خبری نیست. میبینی؟ نه این شربتاش هم 20 باتیه. ما داریم شربت داریم. میدونستم اینجا این چیزه. خرید کرد. خیره ما میتوانیم اینجا هم خرید کنیم. قیمتاش خدای خوبه، مناسبه. چون اینجا نیا کن. سر تمساح، یعنی داره میخواد بگه که از پوست تمساح. پوست کروکودیل.
تو اینم به ساحله. این چه جای قشنگه خودش. این منم قسمت ماساژشه. من که دوست دارم اینجا لش کنم ماساژ بدم بغل آب دیگه. اینجا جایشه خودش. بیان اینجا توی هوای خوب خودشون پرتن چاپی بگیرن. زیاد خوب نمیخوایم پایین بریم. خب بریم یکم پایین‌تر. ها؟ پایین تر بریم. اوکی. نه تhank you. بریم. نه قیمت ماساژشه یک ذره 400 ماساژ روغن 400. یه 100 کرون از پاتوی گرونتره اما خب از بانکوک ارزونتره. بانکوک چند بود؟ 800 بود. 800 بود. اینجا نسبت به بالاتر شلوغ‌تر نیست؟ چرا؟ خیلی نفر بیشتره. فقط بهت بگم که اینا اینجوری میخوان. یا کن ملخ مختلف. اونم کرمای مختلفه. بعد چقدر خوشگل داره نگاه چیز میکنن آرایش. آره یه دونه کرم چیز میزنه، یه دونه ملخ میزنه، یه دونه نمیدونم چی سوسکه چیه. یعنی سگ تو رویتون مگه داریم اینا؟ نوش جونه دارید. ยังไม่ทำทีจ๋า نه ای سوس معصوم سوس. برای بچه ها اینه کی میخوره؟ اینه هر کی بخوره من 50,000 کرون بهش وعده میدم. خدا وکیلی. عقرب هم داره بچه اینجا. نه عقرب رو نگاه کنید. بریم مثلا حال با همزنیه. من بعضی موقع دیده بودم توی جایی مثلا گفتم بخورم اصلا میای جلو آجی اصلا حالت برم میخواد. قبول داریم؟ بریم کوکونات بزنیم؟ نه تو میزنی بخور. نه خیلی گرمه. بچه ها مثلا این حرکت میبینی اینجا میچرخن اینگار که مثلا در پشه رو تکون میده که مثلا پشه نشنه. آره دیگه. بوی کباب هم میاد. نه این جوجی کباب و کباب. آره معصوم این هشواس ها میگفتی هشوا میخورم. نه این مای مرکبه. تو هشواه میخوری؟ نه همین الان مریض شدی یا؟ همینش مریض. بوی کباب از اینجی میمد. آره بذار ببینیم اینجا چه خبره. چه بوی خوبی میده معصوم. الان نمیدونم مثلا هیچ جیگرم هست. جیگر داره. جیگر چی داره؟ جیگر شیلینگه. بچه خیلی بوی خوبی داره. یعنی کباب این همش گوشت مرغه دیگه فکر کنم. آره اون جیگر مرغ. این فکر کنم همش یارو شیلینگ بازه دیگه. یعنی گوشت مرغ و نمیدونم. خوب نباشه. نه بریم. مثلا امروز حالش خوب نیست بنده خدا. یه ذره ناخوشه. گرمازده شده دیگه. یعنی من هم گرمازده شده بودم چند روز پیشا. همچنان الکی. آره آب میوه نمیخوره. اوه سوشی. نه امروز صبح سوشی خوردم دیگه. سوشی خورد. تقریبا زور بود دیگه. خورد حالش بد شد دیگه. اینجا بازارش 25 آره
چی دوست داری؟ یخ دارم آره بخور آیس اورنج مثلا یخ و دوست داری؟ پرتقال است خوب خنک میشه دیگه هوا چیزه امروز خیلی دیگه خونه خوردم آب پرتقاله دیگه حالا نه. بعدا شب میریم دوباره باش کمک خوشم چه میخوام بدونیم که هوا خیلی گرمه واقعا گرمه یعنی از گرمی آدم هلاک میشه اینجا نگاه کنید خرچنگای مشکل اینا نمیدونم چجوری خام میکنن اینا نه اینا رو سرخ میکنم ببین بهت گفتم اینجا شبش قشنگ میشه بازار هم آمده اون موقعی که ما آمده بودیم ساعت 12 و تقریبا 12 و نیم بود نه عزیز که الان تقریبا ساعت چنده؟ آره دیگه تا یک نایت دو مارکت دیگه آره نکنید اینا ترشی هاشن بچه اینا ماشین غذای دریایی سی من فکرم ترشی فود این چیزه سالمون همون چیز لکس خودمون نه آره هم که میگوه یکم که صدف قشنگه این بازار یه دونه قشنگ آدم اون حالت به هم میکنه تخم مرغ من ای به خودم من در بلد دنبال تخم مرغ این تخم مرغاش خیلی چیزه نمیدونم بخوری بعد دوباره حالت بد نشه اون نه تخم مرغ صبحی من صبح دوست دارم تخم مرغ بخورم نه این تخم مرغ وای معصوم حشره من خیلی دوست دارم حشره بخورم یک با مزه که قد مانده دل نمانی نه با ما هم یعنی بذار میکس کنه اقربش مزه که خب پیدا به این قورباغه بچه قورباغه بچه بچه قورباغه اینا میخورن اینا میخورن خدا وکیلی یا کن خرید یارو آره نه خدا وکیلی بگیره دیگه قدر از اون نیه خرچنگ مزه کن نمیخوام عزیزم خرچنگ نه چی مونده اقرب یه حرفی زدم عزیزم اشتباه کردم آدم از نزدیک میبینه آدم کلا چیز میشه کلا اشتهاش میشه من اینا رو دوست دارم اینا رو اگه خوردم اینا رو میخورم این گوشتای مثلا این گوشت آره بیفه مثلا گاو داره خوک داره مرغ داره مثلا اون گوشت که آدم دلش میکشه نگاه کن ماشاءالله گوسفند خدای آدم دلش میشه خوک هم مشکل ندارم من اما در کل گاو و گوسفند اوکی اما بهتر از حشرات هم دیگه بریم دیگه همینجوری بریم تا ببینیم حالت خوب نیست بچه ها اینجا هم خب کله پاچه داریم کله پاچه چی بریم؟ کله پاچه خوک این پایشه اون آبشه اون نمیدونم ماهیچهشه اون عضلاتشه کلا اینجا آره دیگه کلا اینجا کله پاچه فروشی خوکه یعنی ما گوسفند داریم کله پاچه گوسفند گاو میزنیم اینا خوک میزنن نوش جان بمبئی آره خونه این نمیدونم کجا کدوم عضلاتشه اما یه جوری قشنگ قرمز کرده که آدم حواسی میشه بخوره اینم که نمیدونم مرغ بلدرچینه چیه آره این مرغ این جوجه است این جوجه بغلیش فکر کنم اردک آره دیگه این مخلوطی از جوج و اردک و نمیدونم این چیز دیگه اشتهای ما باز میشه اما خب میخوریم میترسیم که دوباره مشکل ساز نشه برای ما الان 2 هفته است اومدیم خب بچه ها بذار نشون 2 هفته است من مثلا اومدیم اینجا غذاش بخدا یه جاش خوبه یه جاش بعد خوردیم اما خب مشکل معده پیدا کردیم یعنی یعنی واقعا اون سیستمی که ما غذا میخوریم یا مثلا سیستمی غذایی مردم با اینا خیلی فرق داره حالا هر کس یه سبکی داره خب به من فکر میکردم توانایی از این داشته باشم که بتونم غذا بخورم
بریم. میشه خوشی کوکتیل. اما خب نتونستیم غذا بخورم، خیلی هم حالیم بد شد دیگه. نه کوکتل. خانم ما الان فقط میخواد نگاه کنه و از دور حسرت ببره. خورده که نمیتونم حداقل نگاه کنم. وای مور ای بچه یادتونه؟ نمیدونم ما بچه های دهه 65یم واجید پای مرغ زیاد میخورم، خورشت پای مرغ اون موقع. الان خیلی وقت نخوردم، نمیدونم چه مزه‌ای داره، اما یه دفعه میخورم پای مرغ، مشکل نداره. میبرم که دوباره میتونیم لبه ساحل. اینجا چیه بچه؟ اینجا سوپاشون میگم، سوپاشون نمیدونم با ما خیلی فرق میکنن. سوپاشون اینجوریه حاجی، این اصلا نمیدونم چی هست. اینا رو آدم بخوره دیگه بلند نمیشه بچه ها. اینا هم قسمت سبزیجاتشه. خیلی باحاله اینجا حاجی، اصلا میارو میشه نشده، خیلی خوبه. بچه خیلی گرمه، بعد بازارش هم خیلی بازارچه جالبیه اینجا، لب ساحل، لب درجا. ببین یه چیزه بگم، یه سیستمی مثلا نگاه کن، شلوارا 200 بات، 200 باتش به پول کرون اگه حساب کنی میشه 60 کرون. 60 کرونش میشه چند یورو؟ 6 یورو. دیگه قیمت ها خوبه، مناسبه. و بعضی هاشون، همشون نه، یه سری جنس هاشون قیمت ها خوبه، یه سریشون واقعا خوب نیست دیگه. طالبه. بریم اینجا ببینیم میتونیم یه دونه چیز پیدا کنیم. نه رم که گرفتیم، یه دونه قاب گوپرو بگیریم که ضد آب باشه، که فردا میخوایم بریم داخل چیز. بچه ها فردا میخوایم بریم این جزیره منظره و بازار بچه جمع جوری داره واقعا، با اینکه لب ساحل و یک ذره از اون قسمت چیزی شهرش دوره، هم خب خوبه، شلوغه یک نموره همچین. اینجا قاب گوپرو نداره، یه جا پیدا کردیم شانس ما قاب ضد آب دوربین از اون گوپرو 8 بود، 12 نداشت. اینجا 99% کلا جنساشون فیکه دیگه، اما خب جنساشون خوبه. اینجا باید داشته باشیم اصلا. cover. GoPro 12. پیدا کردیم، فکر کردیم داشت، اما گفت نه نداریم، هست فردا. اما خب شاید اینجا داشته باشه. اینجا Tonight. Okay, which time? Okay, 11. Thank you. آره